امروز اوکراین به شهروندانش اجازه نمیدهد که شهروندی کشوری دیگر را هم به دست آورند. سال 2021 پرزیدنت اوکراین ولودیمیر زلنسکی به پارلمان لایحه سندی را پیشنهاد کرده بود که این کشور به شهروندانش گرفتن دو شهروندی را اجازه دهد. اما با آغاز تجاوز روسیه تصویب این سند به تأخیر افتاده. اکنون بیش از 6 میلیون شهروندی اوکراین بیرون از وطن خود زندگی میکنند. ماه январи سال 2024 پرزیدنت زلنسکی بار دیگر لایحه سند اعتراف دو شهروندی را مطرح کرد. بر اساس این حجت اوکراینی های دارای شهروندی ممالک معین امکان خواهند داشت که شهروندی اوکراین را هم از دست ندهند. Я би хотів, щоб нас люди за кордоном, особливо میخواهم که مردم ما در خارجه و به ویژه زنان و کودکان مرا شنوند. وقتی شما در بیرون کار و حیات نو پیدا کردید، سراسیمه نشده شهروندی اوکراین را کنار نگذارید. відмовлятись від громадянства нашої держави. کنگرس جهانی اوکراینی ها یک مؤسسه غیر تجارتی که سال 1967 پایه‌گذاری شده است، سالهاست به طرفداری از بسیار شهروندی اوکراینی ها صدا بلند می کند. با گفته فعالان این سازمان، طبق قانونگذاری حاضره بیش از 20 میلیون اوکراینی مقیم ممالک مختلف دنیا نمی توانند صاحب شناسنامه اوکراینی هم شوند. تصویب سند امکان میدهد که 65 میلیون اوکراینی دنیا متحد شوند. برای احیای کشور ذهن و دستان اوکراینی های مهم کشورهای دیگر لازم می شود. جانبداران دو شهروندی اوکراینی ها پیشنهاد دارند که باید تقدیم شهروندی اوکراین برای آنهایی که در اتحادیه اروپا و 7 کشور صنعتی عالم اقامت دارند ساده باشد. همچنین هر فردی که از زمان تجاوز به کریم در سال 2014 به مقابل روسیه سلاح برداشته است، باید به آسانی صاحب شناسنامه اوکراین گردد. تخمین می شود که بررسی و تصویب لایحه سند دو شهروندی اوکراینی ها تا 1 سال را در بر گیرد.